یا لیدیز اند جنتلمن خیلی خوش اومدی به پارت 2 بازی جام سیمولاتور مکانیک. قبل از اینکه بگی چرا بازی تکراری گرفتی اینو بهتون بگم، این مژده رو بهتون بدم از ویدیو بعدی. گیماتون داره، میپرسی گیماتون چیه؟ قراره 10 تا گیم جدید رو توی 10 تا ویدیو بهتون نشون بدم. یعنی چی؟ یعنی 10 تا ویدیو بعدی 10 تا گیم جدیده. پشماتون بریزه. بعد شما از اون 10 تا انتخاب میکنی که کدومش رو ادامه بدی. ممکنه واکتورو باشه، ممکنه هر چیزی میتونه باشه، ولی گیمای جدید همش تا حالا ندیدی. و بعد از اون 10 تا ویدیو شما انتخاب میکنی کدوم گیم رو ادامه بدیم. یه رأیگیری میذارم ادامه میدیم و اینکه جایزه برنده گیفت کارتمون هم توی ویدیو بعدی مشخص میشه. بله اولین گیماتون اسمش چیه؟ گیماتون. ما امروز اومدیم توی مکانیکیمون اومدیم دوباره نون حلال لبر. مثل همیشه ما اینجا نه دزدی میکنیم مگه نه هاشم؟ دارم با حرف میزنم. مگه ما اینجا دزدی میکنیم؟ نه. به سغرا خانم، جریان چیه؟ ماشین تو آوردی چی شده؟ چرا گل رو سرته؟ گل رو ماشین گل میکشی خاک تو سرت؟ اوه ماشین تو تمیز کنم ببینم ماشین. ببین من صندلی‌ها رو واسط برمی‌دارم به جاش توالت واسط میذارم که قشنگ بمونی تو ماشین. چیه این ماشین؟ کثافت. پیتزا واسه کیه؟ 1 سال و نیم پیش؟ گشنم بود. الکل صنعتیه؟ کثافت. این چه ماشینی آخه؟ چرا ماشین تو اینجوریه؟ ببین من واسه بوگیر میذارم انقدر گوزیدی و چوسیدی تو این ماشین نمیشه درشو باز کرد. به محیط زیست صدمه میزنی در ماشینو باز میکنم. خب سغرا خانم ازمون میخوان که باتری ماشینشون رو عوض کنیم، یه چیزی که به استایلشون بخوریم. اولین باره تو زندگیمون میشنویم یکی میخواد باتری ماشینش به استایلش بخوره. داریم به کجا میریم؟ داریم به قهقران. خب بیا همه چیز 3 تا باتری داره ماشینه، چیکارش؟ برقیه؟ باشه ماشین بیا قیمش کن باشه. نه این اضافه نیاز نداری. نه با چراغ میخوای چیکار؟ گل بزن همه چی روشن میشه. بیا من این باتری ها ببین نوع ها. چیکار کنم بذارم صندوق عقبت؟ اوکی من میذارم صندوق عقبت ببر با خودت. آره بفروش. باشه ماشین باتری خالی ها رو بده بیا. اینا نوع هاشم خالی ها رو بده بیا جایگزین کنم. گلدون واسط میذارم به استایلت هم میاد دیگه. تو کار گلی کلا دیگه چیکارت کنم؟ اینم از سومیش دادن. ماشینت هم گلی شد مثل خودت شد. به بیا. اینم گل شد. قابل شما رو نداره. $3485. نه یه لحظه اینجاش کار داره. الان تموم شد. $3689. بله توفه من $200 ارزش داره. بیا با پولو بده. اشیا مغازه سریع جارو بکش مشتری داریم. اشیا بیا. خب حیوان خب آجی این ماشینا رو الان من اوکیش نکردم. هاشم این دزده است. آره تو هم فهمیدی این دزده است. من حواسشو پرت میکنم. هاشم خیال داداش ماشین تو بعد خیلی کارا روش انجام بدم. مثلا اینو باید اینو که نه قول دارم بیادب نباشم زیاد. بیا داداش این میاد اینجا. خب به چه قشنگ شد. داداش من با چراغات زیاد حال نمیکنم. بیا چراغاتو سبز کنیم. به چه ماشینی. بیا بعد ماشینت هم سولتی کنی. چه ماشینی. به هاشم زنگ زدی پلیس؟ زنگ بزن پلیس هاشم تو رو خود. ماشین صورتی با چراغای سبز معلومه که داداشمون بچه بازه. داداش من عقب ماشین تو ببینم. آخ آنتنت خرابه. بیا بشین رو آنتن. نه این که هیچ این کاری. اینجا چی داری؟ هیچی. من موزمو در آوردم. این موز منه. خب اینو بیا بکنیم این تو ببین چی میشه دیگه. بوم میره داخل. 2 hours later. چرا پلیس نمیاد؟ هاشم 110 زنگ زده دیگه. 220 چرا 220؟ که 2 تا بیاد یعنی 110 ضرب در 2 خاک تو سرت اسکو. داداش لاستیکای نو واسط میذارم. لاستیکا همش نوه حالشو ببر. هاشم لاستیکا نو کجا اینجا؟ هاشم عکس بابات گذاشته اونجا. هاشم من میگم خدایا توش انقدر گنده میشه هر از گاهی اونها. چرا عکس بابات گذاشته پشت سر من؟ هاشم من لاستیکاشو در آوردم ولی دیگه لاستیک واسش نمیذارم. داداش واسه ببینم تو کاپو چه خبره. اوه واشر یا قطار سوزوندی. آره باید لاستیکاتو عوض کنم. حالا کردم. بیا اینو نیاز نداری. افتاد داخل آجی پشو. بیا داداش اینم نیاز. اینا اضافه. اینا الکی وزن ماشینتو زیاد میکنی که چی؟ موزمو بده حداقل. اینامو بده. اصلا نمیخوام. برو پولو بده. 4000 تا پول وای حاجی دارن. خفه شو بابا. پولمو نداد. گفتم زنگ پلیس. انقدر زنگ نزد صاحب خود ماشین اومد.
این چه اینجوری این ماشینه؟ اوه ماشین ددیو برداشته باهاش رفته این ور اون ور. تصادف کرده عمو جون. میبینم گواهینامه‌ام که نداری 100%. نه دیگه پول ددی و عشق و حال و فیلان و بیساراره. حاجی این ماشین گرونا هم هست. اینا عقب چیز ماشین فیلم سوپر ماشین. یارو فیلم سوپر ماشین بیا ماشین. اینا مال ماشین اینا مال فهمیدی چی شد؟ میگه که آقا میشه صف کیلومتر برگرد رو به عقب، یعنی که زیاد رفته اون کیلومتر شماره زیاد رفته. مثلا اگه الان 100,000 تا بعد رفته باشه شده 102,000 تا. ولی میتونه بکنه 100,000 تا که بابام نفهمه. تنها کاری که میتونم واسط بکنم عمو جون اینه که اول که گپ خوردی ماشین بابا رو برش بدون اجازه برسن. تنها کاری که واسه انجام میدم اینو بیزارم رو ریورس، گاز بدم بیاد عقب. بیاد داشت اخ هاشه ماشه میگه در صندوق عقبو باز کن. چرا چی شده؟ خب بیشتر از کل صندوق عقبش الان خالی کردم، دزدیدم همش افتاده اینجا. درش خالیه، به خدا خودش خالیه. من هیچ کاری نکردم. اوکی حل تموم شد. نفهمی راشه نفهمی. نه داش همه چی داخلش، اصلا هیچی دست نزدم. فقط واسه اینکه ددی شورتتو بکشه رو سرت من لاستیکاتو برمی‌دارم. این چیه؟ من دوست یعقوب بره. نه هیچی برش. 2980 تا. نه خیر بابا بیا برو ببینم 2980 تا. تو بچه پول داری؟ 3000 تا بده. 3000 تا برو حالشو ببر. چقدر خوبه پول حلال در میارم. دوست دارید یا نه؟ 50 سنته. چطوری 50 سنت؟ میگه یه ماشین رو رنگ کن که به من بیاد. چه رنگی بهت میاد داداش؟ چه رنگی دوست داری؟ به دوست داشتی؟ نوکرتم 50 سنت خودمونا. میگه داخلش واسه خوشگل کن مثل خودم باحالش کن. نوکرتم آقای 50 سنت. یه دونه از اینا میزنم اینا باحاله. بیا میگه اینو بزن رو ماشینم. اینو کجا؟ آها تو اگزوز باید بزنم. اسکل بازیات چیه؟ این خزاخیل بازیات چیه؟ بیا تو آقای 50 سنتی. به بیا چه جیگری شد ماشینت. به آشه کجا؟ اینجا بیا. آشه اینو نگه. اینو واسه ماشین خودم میخوام، قشنگ بود دوست داشتم. آشه قابل تو نه 2500 تا. بیا گردنبندتو میخوای بهم بدی؟ آها میگه ببینم به بابام حساب کنه. بله دیگه چیز بود دیگه، آقازاده بودن مثل اینکه ایشون. ما کار میکنیم اینجا دستمون تا اینجا داخل چیز مردم، ماشین مردمه. بعد ایشون پول میده در میاره به ددی. عصبی شدم. این چیه؟ چه کثافتیه؟ اینو باید چیکار کنم؟ آشه قبر باباته. این که مجسمه باباته. اونا یکشم اونجا داریم. چرا قبر باباتو آوردی؟ آجی نپره بیرون. جامپ اسکر نباشه، پرنک نباشه. بیا قرمزش میکنم به خاطر که بابا رنگ قرمز دوست داشت. بیا عمو جون. بذار آبیش کنم جون خودت. آچه تو رو خدا بذار آبیش کنم. آبی قشنگ‌تر اسم کنم. نگاه کن مهربون‌تر این رنگ. آره آجی خیلی بهتره. شبیه تامنیلای خودم شد. دکور بذارم توش. چی بذارم توش؟ آها اینو که دزدیدیم. اینا البته ماشین خودم می‌خواست. هاشم سس تون میذارم. بابات سس تون خیلی دوست داشت. هاشم خوراک چیز عادیه اینجوری بگیرم. نه این هیچ. وای چقدر من منحرفم. بیا این دو تا دیس صفحه میذارم. آها بیا خوشگل شد. هاشم خدای قبر بابات نور به قبرش بباره. هر چرت به تو مغازه داشتیم آویزونش کردم. آها بیا تموم شد. هاشم بیا. این رادیو چی میگه؟ تو خراب کردی همه چیز. فرار نکن کردیم گل منو اذیت نکن. مردم عزیز شهر خواهش میکنم که به مکانیکی برادران هاشم نرید، دزدن از اینا. بابا بیا برو این چرت و پرتا چی تو رادیو میگیر؟ برو گم شو ببینم اسکل. من اینجا فقط نون حلال در میارم. ولم کنید بابا. این چه ماشین اسپانی چی میگه؟ لیمویه؟ هاشم چراغا رو هاشم چراغا رو اوه باید کل لیموها رو برداریم تو ماشینش. ماشین لیموی. آقا شما لیمومنی؟ شما انمن هم نیستی چه برسه به لیمومن. لیمو دیگه کجا؟ لاستیکات هم لیمویه. بیا همه چیز مثلا صندوق هم لیمو داری 100% دیگه، یعنی 100% لیمو داره. هاشم تا حالا لیمو اینجوری نخورده بودم. داداش این ماشین رو اسقاط کن. اینو باید نو بسازم. میدونی چقدر خرجت میشه؟ میگه ماشین رو بذار بره. خب چرخ نداری یا؟ من میذارم ولی چرخ نداره. خدمت شما. فقط چجوری میخوای بری؟ لاستیک نداری. 1300 تا. کاری هم نکردم فقط کندم. اینا تو خونه هم میتونستی انجام بدی. دیگه نمیدونم چرا اومدی اینجا. بیا. خب عروسیشه. میگه ماشینمو دکور کن. جاست مرید. اوف امشب که آره حالتو خریدارم. برو خجالت بکش مرد برو. یه نه از این واسط میزنم. لاس وگاس اینجا واسط میزنم. آها اینو میذارم. این بهت بیشتر میاد. بیا موز میذارم. یعنی که آره دیگه. آها رو اینم باید بذارم. موز میذارم. تاسم اینجا واسط میذارم. داداش پیش خوب کسی اومدی واسه دکور ماشین. خیلی پیش خوب آدمی اومدی. اوه اینم بذارم تو ماشینه. داداش چش واسه چی هست اصلا؟ اوه از این علای خوبا از به
باشه واسه ریختم باشه. نه نخوریم. چی خوریم؟ چه حاجی چقدر کثافت گرفته اینجا رو. هرچی بیا یه جارو بکش بیا همه چیز. آها باید میذارم میشکوندم. اوکی فهمیدم. میگه یک کادو عروسی بهمون نمیدید. چرا دادا؟ چرا بهت ندم؟ الان بهت بهترین کادو عروسی رو میدم. داداش بیا اینم کادو عروسی و 2 تا بهت میدم اصلا. بیا داداش. این مال هاشم خورده انداخته. اینم مال منه. اینم موز منه. پوستشو بهت میدم اصلا. بیا داداش بیا این کارا چیه؟ مبارک باشه ان شاءالله پایم پیشید. 1200 قابل تو شما نه. برو موفق باشی. مواظب خودت باش. برو. آره عروسی گرونه عزیزم. برو. عروسی گرونه. فکر کردم ماشین حاج نرو زن با این ماشین نرو تو. وای هاشم ببندیم مغازه رو هاشم. آره ببند منم موافقم چون الان دیگه مشتری همه پر. هاشم کجا رفتی؟ هاشم کجا؟ هرچیه تو کجا میری؟ بابا منو تنها اینجا رو تمیز کنی. بابا چرا همیشه من بخون اینجا رو تمیز کنم؟ چرا من مغازه رو من تمیز کنم؟ اسکل. آقا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. اینم بهتون دوباره یادآوری میکنم از ویدیو بعدی گیماتون داریم، یعنی 10 تا گیم جدید تو 10 تا ویدیو مختلف. پلوگان تا اینستاگرام من دمتون گرم. اینستاگرام دارید میتره کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.